میخوام امروز یکی ویدیو بذارم که مردم افغانستان بهش میگن پنجه طلایی. دیگه اگه مخاطبا افغانستانی باشن میدونن که دارم از کی حرف میزنم. البته تو تایتل ویدیو هم نوشته حاجی رنگین. چنل پرداز پروداکشن به صورت کامل اومده زندگی نامش رو چی شد، هنرمند شد و اینا رو همه رو توضیح داده. ولی خب من میگم این قسمت رو از خود چنلش ببینید که من اینجا نمیذارم، فقط اون تیکه‌ای که میخواد اجرا کنه رو تو ویدیو میذارم. ببینیم چه جوری زده. به برو بریم. چه شبیه خودشه اینی که کنارش نشسته. قشنگ میزنه. اگه من بدونم چجوری با 2 تا سیم اینا رو میزنن، فقط با 2 تا دونه سیم، فکر کنم به این یه دونه سیمم بدن اوکی میتونه همون جوری صدا در بیاره ازش. ولی 2 تا خیلی کمه، 2 تا سیم. چجوری میکنی آخه؟ سیمش یه لحظه اینجوری شد. حس میکنم اینجایی که اینجور مسلسلی میزنه این شکلی میشه، احساس میکنم خیلی این تیکش سخته اینجوری میزنه. یعنی فقط شاید استادا بتونن این تیکه رو بزنن. دیدین اینجا رو میگم و خیلی سخته این تیکش. وای خیلی عجیبه اینجا که اینجوری میزنه. بچه‌ها دقت میکنم به چهرهش، احساس میکنم یه آدمی که فوق العاده تو زندگی سختی کشیده. اینجا این گوشه های لبش به سمت پایینه. اینه کسایی که بغض دارن یا غمگینن. چرا اینقدر چهرهش غمگینه؟
یعنی یه جوری که احساس میکنم هر آن ممکنه مغزش بترکه. حاجی رنگین دل به دریا زده و 2 بار عروسی کرده است. یارم خودم من شکر 9 بچه دارم، 8 دختر، 2 فامیل. والدین پدرم از کردی من 3 بچه هایم از یعنی برادرزاده هایم از جمله 34 نفر 35 نفر. یعنی اول خدا میارم در اینا مقصد یک نان و یکی از پسران حاجی رنگین نیز پیشه پدر را گرفته است و او نیز دنبوره می‌نوازد. الان داشت تبله نامش نظام است میزد. و دنبوره نوازی را پیش پدرش یاد گرفته است. فکر کن چه استادی داشته، باباش کی بوده. لبخندم زد، یعنی آفرین درس خوب یاد گرفتی. اصلا ذره غرور و تکبر تو وجود این نیستش، با وجود اینکه یه شخصیتی که همه مردم کشورش میشناسنش، هنرمند، استاده، ولی مدل نشستنش ببین اینجوری قشنگ مدل یه آدمی که خودش رو انگار هیچی نمیدونه. خیلی چیزها خیلی کم پیدا میشن آدم این شکلی. او میگوید که یاد گرفتن دنبوره نزد استاد، آن هم که پدر باشد، مشکل تر است. منم به همین فکر میکردم. پدر آدم با شرمش نو برادران هستیم به خاطر خلقش آدم زمستان فرا رسیده است و کم کم به بهار و جشن نوروز نزدیک می شویم. یکی از آهنگ‌هایی که رابطه نزدیک با بهار و نوروز دارد، بیا که بریم به مزار است. حاجی رنگین پنجه طلایی این آهنگ را نیز نواخته است که تقدیم شما می‌کنم. یا که بریم به مزار آهنگیه که حالا هوای بهار داره. کجاش میگه نمیدونم، واسه هر کشوری یه چیز. حالا واسه ایران اون بوی عیدی خواننده فرهاده که بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، اون حالا هوای بهار رو داره. حالا برای افغانستان این آهنگ بیا که بریم به مزار دوستش دارم. باری کلا پسرم تبله میزنم دنبوره. رنده میکنه اصلا. من تمام مدت داشتم هم به آهنگش گوش میدادم، هم یه ویژگی ظاهری که داره. چرا انقدر موهاش پرپشته، انگار موکت چسبونده اینجا به جای مو. اصلا دقت کردین من تا به حال افغانستانی کچل یا افغانستانی عینکی ندیدم؟ شما دیدین؟ من ندیدم تا حالا. استاد ناشناس عینک میزنه، شاید اونم چون به خاطر سنش باشه، ولی نیستش اصلا. دقت کنید. این است نمای حویلی حاجی رنگین پنجه طلایی که توان خریداری حولی بزرگ را دارد، اما نظر به ارزشی که به قوم خود میدهد مانند دیگران در یک چنین مکان زندگی میکند.
مگه میشه؟ چرا خب اینجا زندگی میکنی؟ خیلی احتمالاً ثروتمند باید باشه با شهرتی که داره. شخصیت عجیبی داره، ساده زیست، فروتنه. کاش بیشتر ازش گزارش تهیه بشه. عجیب بود برام، تیکه آخرش خیلی گرخیدم. مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدید، نظرتون رو برام بنویسین و تا بار دیگر بدرود.